لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام الله متعال و با درود و سلام بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و الله تبارک و تعالی را سپاسگزارم که به ما منت و هدایت نصیب فرمود تا دین او را درست بیاموزیم و در خدمت بینندگان عزیز در بیان دین مبین اسلام و خدمتگزاری نوعی در خدمت بینندگان عزیز بوده باشیم. از الله تبارک و تعالی دعا و مسئلت داریم تا به ما توفیق نصیب کند تا در پر از زندگی خود در محور قرآن و سنت و هدایات و راهنمونهای الهی زندگی کنیم و با زندگی موفقانه و با توفیق نزد او تعالی و ملاقات او تعالی مشرف شویم. خواهش میکنم. ما هم به نوبه خودم و از طرف بینندگان از شما تشکر میکنیم که وقتتون رو به ما دادین و در خدمت شما هستیم. جناب دکتر طبق معمول سوالهای SMS بینندگان که میاد رو میگیریم و از برنامه رو با این سوالها آغاز میکنیم و بیننده پرسیدن که من در روزهای زوج به کلاس زبان میروم. ساعت 6 و 15 دقیقه نماز مغرب است در منطقه شون و گفته ساعت 6 کلاس شروع می شود و ساعت 7 و 20 هم نماز عشاء است. نمیتونم نماز مغرب را بخونم. چجوری میتونم بخونم؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين و بعد. قسمی که به همه واضح و معلوم هست، همه مسلمان ها که الله تبارک تعالی در قرآن کریم راجع به نماز گفته که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بر مسلمان ها طبق وقت محدد و معین فرض گردانده شده. هر نماز از خود وقت مشخصی داره که از آغاز اون تا به انتهای وقتی او میتونه که یک شخص نماز را ادا کنه و ادای در وقتش بوده باشه. از جمله وقتی نماز بامداد یا نماز صبح شروع می شود از طلوع صبح صادق تا به طلوع آفتاب. در این میانه هر کس نماز را وقت میخوانه. موضوع جماعت وقت محدد خود داره، اما کسی که در این مدت از اول طلوع صبح صادق تا به طلوع آفتاب نماز فجر میخوانه، اگرچه یک رکعتی از او را هم خوانده باشه که بعد آفتاب بلند شود، باز هم نماز خود را تکمیل میکند و این نماز ادای بر وقت به شمار میرود. همچنین نماز ظهر از زوال آفتاب برگشتی سایه آفتاب به طرف مغرب غروبگاه خود شروع می شود تا یک برابر شدن سایه هر شخص و در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تا 2 برابر شدن، اما راجح‌تر در اینجا رأی ائمه ثلاثه هست که یک برابر اون شخص سایه شد، علاوه از سایه‌ای که طبیعی در مناطق بدور از پایان یا بالا از خط استوا باقی میمانه.
چون سایه که در جریان استوای آفتاب، یعنی آفتاب در چاشتی روز بالای سر می بوده باشد، در اون زمان سایه‌ای که باقی میمونه او شمرده نمیشه از او به بعد. درست. که سایه دوباره به حرکت میفته تا بعد از او وقتی نماز دیگر و نماز عصر شروع می شود تا به غروب آفتاب و وقتی راجحش تا به زرد شدن آفتاب، اما وقتی جوازش تا به غروب آفتاب. در این میان کسی که نماز ادا میکنه، نماز ادایی بر وقت به شمار میره، یعنی قضا به شمار نمیره. اگر در جماعت نرسید، بعد از او جماعت واجب جداگانه است که حکمی خاص خدا داره، اما بعد از او هم در هر یک وقتی از اوقات هر دقیقه از دقیقه هایی که برای این تعیین شده برای نماز عصر ادا میشه، هیچ اشکالی نداره. ادای بر وقت هست، اگرچه به تأخیر، هرچی به تأخیر رفتن او ثواب او را کمتر می سازد و مخصوصا نمازی که نزدیک به غروب آفتاب بوده باشد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را وقتی نماز منافقین برشمرده، یعنی چون آخری وقت هست برای از اینکه بگوین که نماز خوانده و نماز میخونه، میگذاره تا به که وقتی نزدیک به غروب آفتاب شد برخواسته دو سری دیگه چون مرغ دو سری دیگه میزنه و نماز به پایان میرسه. اما ادا با شمار میره. بعد از او از غروب آفتاب تا به غروب شفق، از ناپدید شدن آفتاب تا به ناپدید شدن شفق که بنابر رأی راجح و ادله سرخی است که بعد از سرخی شعاع آفتاب هست که بعد از غروب آفتاب باقی میمانه در افق جهت غروب آفتاب. چون آفتاب دورتر رفت، شعاعش از ما، شعاعی که در افق از او انعکاس میابه او هم گم شده میره و از او زرد میشه و بعد از زردی هم گم میشه تا گم شدن همین سرخی که تقریبا در بعض وقتهای سال 35 الی 40 دقیقه تقریبا امتداد می داشته باشه و در روزهای کوتاه سال، روزهای زمستانی عموما 20 دقیقه الی 25 دقیقه تا به نیم ساعت امتداد می داشته باشه. در این مدت و در این فاصله اگر کسی که ادا کرد، نماز ادای بر وقت می باشه. و بعد از اون نماز عشا، وقتی نماز عشا نماز خفتن شروع می شود تا به گذشت 2-3 شب و 3-1 اول شب وقتی افضلش هست، از اون بعد تا به نصف شب هم می شود. اما در 3-1 اول خوانده شود وقتی مناسب و بهترش امان هست. خب به هر حال در این مدت ها این وقتی اصلی از او هست. ما دیگر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای سفرها و همچنان برای حالات مشکل داشتنها، شخص دچار مشکلی هست، کار شدیدن گرفتار هست، وابستگی، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان سفرهایشان عموما نماز ظهر با نماز عصر را با هم یک جا می‌خواندند و نماز مغرب با نماز عشا یا در وقت اولی اونها یا در وقت دومی آنها. و گاه قسمی که حدیث صحیح از ابن عباس رضی الله تعالی عنه حکایت شده، در غیر حالت سفر هم یک بار دوباره این کار را انجام دادن برای اینکه ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که در حالات تنگی امت محمد صلی الله علیه و سلم یک نوع وسعت فراخی برایشان بوده باشه. خب در عموم در حالات تنگی میتونه یک مسلمان از استفاده بکنه و حد اقل اگر بر وقت تلاش نهایی خدا به خرج برسانه، بر وقت که ادا بکنه هر یک نماز را در وقتش و حد اقل نماز
رکعات فرضی که لازم هست او را ادا کنه. و ما در عموما در کلاس مثلا قسمی که سوال بیننده عزیز ما هست، کلاسی که شاید 1 ساعت وقت داشته باشه، بله، برای ادای 3 رکعت 3 دقیقه یعنی که ادا باشه، درست. وضوی خود از قبل گرفته بیایه و برای 3 دقیقه حتما استاد برای از او اجازه خواهد داد و اینجا هم مسئولیت داره که استاد مسلمان و آگاه بوده باشه با او را هم توجیه بکنه که حد اقل نماز فرض خدا میشه در نماز نفلی که در اون هست سنت راتبه بری از او وقت اگر نبود نماز فرض لازمی است که خوانده نشد انسان مرتکب گناه کبیره می شود. پس اینجا توجیه همسنفی ها و استادی که اونها مسلمان هستن هم در این باب که ما برای 3 دقیقه الی 4 دقیقه را که عموما در کلاس 1 ساعته برای استراحت و یا بعضی چیزهای دیگره تخصیص داده می شود. ما این را تخصیص بدیم برای 3 رکعت نماز مغرب و همچنان اگر عصر بود 4 رکعت است، ظهر بود 4 رکعت فرض که خواندن او لازمی هست، ترک او در به هر حالتی چی به شمار می رود؟ گناه به شمار می رود که از گناهان بزرگ، گناهان کبیره، گناهان کبیره است. بله. بعد از و همچنان نماز عشا که وقتی طولانی خدا داره، در صورتی که چنین چیز موفق نمیشه راه دوم برای او هست، ساعتی کلاسی درسی خدا میتونه تأخیر بده در وقتی که برای از او هم برای نمازش مناسب باشه و هم برای او. در صورتی که هر یکی از اینها نبود، یعنی هیچ یکی از اونها امکان نداشت، باز خیار یا گزینه سوم در اینجا برایش هست که گزینه جمع بین دو نماز در حالات مجبوریت و در حالات سختی، روزهایی که نمیتونه که انجام بده، نمیتونه که برسه، همراه یا قبل از وارد شدن به کلاس میخوانه با غروب آفتاب. یک نکته مهم در اینجا این هست که شاید بیننده ما اینجا بیان کردن، سوالشان بود که ساعتش مشخص کردن، ساعت 7:16 از 6 گفتن کلاس شروع میشه و تا 7:20 نماز 6 و 15 دقیقه نماز مغرب. 6 و حالا بیننده از ما نمیدانم که وقتی اصلی نماز میگویه یا این که وقتی اذان، چون با دخول وقتی نماز که همین که آفتاب غروب شد، آفتاب از دیده ها پنهان شد، دیگر وقتی نماز و پایان شروع میشه. وقتی نماز شروع میشه، نماز عصر وقتی او به پایان میرسه و نماز مغرب وقتش شروع میشه. انتظاری برای صحت نماز انتظاری اذان لازمی نیست و در بسیار شک میکنه و نمیدونه واقعا وقت داخل شده، منتظر اذان میشه طبیعتا. حتما چشمی داره و آسمان هم میبینه، در افق هم مشاهده میکنه، دیگر لازم به وسوسه نیست در اینجا. درست. از اینکه نمیخونه، از اینکه نماز قضا بشه مهمتر. بله، قبل از اینکه وارد میشه و اگر فرصت برایش بود ادا کنه بهتر هست و در جریان او هم اگر در صورتی که این هم برایش تنگ بود، در بعضی روزها که برایش سخت بود یا که نمیشد، میتونه که همراهی نماز عشا بخونه. اما نه که این روتینی همه ساله و روزانه او بوده باشه یا این روتینی همه روزه و همه وقت قرار بده. درست. جزاک الله خیر. و بیننده دیگر هم در همین زمینه سوالی مثل همین پرسیده گفته که خودشون گفتن که مشغول به کار هستم در جایی، ولی صاحب کارم نمیذاره که وقت کار برم نماز بخونم. این چه حکمی داره؟ عموما صاحب کار در صورتی که به این گونه هست، به این معنی است که صاحب کار او انسان مسلمان نیست. یا به اسلام وابستگی نداره، به هر حال
الله تبارک و تعالی او را هم هدایت کنه و جمله بینندگان عزیز ما را و ما همه را به نماز پابند نگه داره. مسئولیت دعوت صاحب کار هم به دوش اونها هست، اما با اسلوب و به طریقش. مسئله است که در اینجا اگر ادا کردن نمیتونه، برمیگرده به یکی از دو علت ها. یکی که بسا اوقات بنابر وسوسه هایی که بسیاری از برادران عزیز ما دارن، وقتی طولانی را برای ای به خرج میرسانن، ورنه عموما برای 4 رکعت نماز مثلا فرض و یا 3 رکعت نماز فرض در حالاتی که یعنی در چنین سخت تنگنا قرار داره، برایش کفایت میکنه که حد ادنای لازم بالای او که هست او را ادا کنه. برای 4 رکعت نماز 4 دقیقه الی 5 دقیقه کفایت میکنه و همچنین برای 3 رکعت نماز مغرب هست 3 الی 4 دقیقه کفایت میکنه که باید درست ادا شود. درست حد ادنای ادا را به خود میگیره و وضوی از او را از قبول میکنه، یا که برای وضو هم برای هر بار وضو کردن حمام رفتن و دور برای قضای حاجت رفتن لازمی نیست. درست. انسان وقتی که برای قضای حاجت، این هم یکی از عوامل دیگر می بوده باشه که تصور بسیاری ها هست که برای هر بار نماز خواندن یا که وضو گرفتن باید برای استنجا بره و وقتی را در استنجا مصرف کنه و بعد از او آمده وضو بگیره و بعد از وضو باز وارد نماز شود. استنجا گرفتن تنها زمان لازم هست که انسان برای قضای حاجت میره و همون زمانی که برای قضای حاجت رفت خدا یا با آب پاک و شستشویی کرد و یا با کاغذ تشناب و یا کلوخ و سنگ و هر آن چیزی که بود او را پاک میکرد. وسایلی که در مختلف جاهای استفاده میکنن، مندل ورقی بود، هر آنچه که بود، با هر یکی از اونها وقتی که خدا پاک کرد اونجا استنجای او تکمیل میشه. دوباره وقتی که برای نماز برمیخیزه لازم نیست که از نو مجددا برای استنجا بره و استنجا بگیره. همینجا 4 اندام خود را میکنه، دست و روی و مسح سر و شستن پای این اعضای خود انجام میده و جا به جا نماز خود میخونه. در مجموع 5 دقیقه بیشتر به خرج نمیرسانه. در حالاتی که وضعیتی کاری او شکلی هست که برای این فرصت نیست، برای او همون سهولتی که در جمع در حالت سختی و جمع در حالت سفر وجود داره، میشه که او رخصت برای او هم کار بوده باشه و از او استفاده کنه. که مثلا وقتی که نماز میبینه که در وقت نماز عصر خود نمیتونه که برای به نوع گرفتار هست، قبل از او همراه با ظهر او را میخونه یا که مغرب و خفتن یک جای در اولی وقتی از و در آخری وقتی او ادا میکنه و یا هر کدامش هر دویش در وقتی درست. یکی از اونها ان شاء الله الرحمن برای از او کفایت خواهد کرد. ولی این گزینه وقتی است که آخرین گزینه هاست، وقتی که دیگر راه و چاره برایش نبود. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که بنده کارمند هستم و حقوقم تازه به خرج منزل میرسه، به قول معروف دخلش بیشتر از خرجش بیشتر از دخلشه، آیا زکات بر من واجب میشود؟ شاید که از مستحقین زکات بوده باشد. علاوه بر اینکه زکات واجب نمیشه، از مستحقین چون زکات از خود نصاب دارد تا که دارای اون حد سرمایه، یک سرمایه محدودی که مشخص تعیین شده که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعیین کردن، در هر یکی از اجناسی که از اونها زکات گرفته می شود. مثلا در حبوبات دانه ها 5 وسق و به اندازه تقریبا چیزی کم 300 به بالا، یعنی
تقریبا 300 صاع می باشه، 300 صاع و که حد خدا به حساب چیز میگیره، اون حدی معینش هست که باید یک نفر به دست بیاره تا به یکی از او زکات بده باشه. همچنان در حیوانات، در بز، گوسفند و اینها حد اقل 40 مال داشته باشه تا اینکه زکات باشه. در شتر حد اقل 5 شتر داشته باشه تا اینکه از او یک گوسفند حد زکات از او گرفته شود و تا به اینکه به حدی بالای خود میرسه. همچنان در سرمایه نقدی یا سرمایه تجارتی باید که اندازه 85 گرم طلا و یا 595 گرم نقره را سرمایه داشته باشه و بالای این سرمایه از اولی که به دست آورده، از روزی که به دست آورده اصل امی سرمایه را که واجد نصاب باشه که کمتر از 1 سال بالای از او سپری شود تا 1 سال این سرمایه در ملکیت او بوده باشد، این از بین نرود. بعد از او بالای او زکات فرض و واجب هست. اما اینکه شخص مزد ماهوار او تا به آخر ماهش نمیرسه، این لازم هست که صدقه دیگری بالای از او صورت بگیره. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که اگر شخصی در حق چیزی بددعایی کرده باشد و قبول هم شده باشد، چه کار میتواند انجام دهد که آن بددعایی برطرف شود؟ پس دوباره با اخلاص تام دعای نیک بکنه و اگر موضوع به آسیبی بوده باشد در رفع آن هر آنچه که میتونه عملا انجام بده. منتها بزرگترین راه حل او همون برگشت و دعای دیگر به خیر و به رفع آن شر و جلب خیر برای اون شخص هست و در صورتی که مجال برای همکاری مادی و فیزیکی داشته باشه باید از اون استفاده بکنه و هیچ حد ممکنه که برایش هست او را دریغ نکنه. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی که از یعنی در ابتدا از اهل تشیع بودن، سوالشون این است، گفتن که من حدود 8 ساله با مردی زندگی میکنم که به ظاهر نمازش قضا نمیشه، اما سال اول ازدواجشون 1 سال عقد موقت کرد، بعد از 6 ماه 3 سال عقد موقت کرد و الان هم این عقد موقت تموم شده و حدود 3 سال بالاست که بدون هیچ عقدی در یک منزل با هم زندگی میکنیم. باید بگم که از وقتی که برنامه شبکه شما و شبکه‌های دیگه مثل شبکه کلمه را گفته دیده، شوهرشون عقایدش برگشته و الان تغییر کرده و گفتن تو رو خدا کمک بکنید که چیکار بکنیم و آیا میشه الان این عقد رو به عقد دائم تبدیل کرد یا نه؟ بله، اینجا یعنی بیننده عزیز ما الله تبارک و تعالی با اونها هدایت و توفیق مزید نصیب بکنه و اونها را بر جاده استوار و مستقیم بدارد. مدتی که عقد موقت یا نکاح صیغه‌ای که هست در اسلام بعد از که منع شد و صریح ترین حدیث در این حدیث علی رضی الله تعالی عنه هست که از او فرزندش روایت میکنه و از فرزندش هم نویش روایت میکنه، بعد از نویش دیگرها گرفتن. تقریبا از 2 سند الی 3 سند از اهل بیت داره، هم از اولادای حسن رضی الله تعالی عنه هم از اولادای حسین رضی الله تعالی عنه، تا به این که به دیگرها میرسد. خب میگوید که سال خیبر، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت گوشت حمار و خر اهلی را اعلان کردن، همزمان با او حرمت صیغه هم از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان شد و بار دیگر موقت در فتح مکه برای 3 روز اجازه از او اعلان شد که بعد از روز 3 نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلان کردند. حدیث بریده رضی الله تعالی عنه و دیگر اصحاب است
برای ابد این راه بستن، گفتن تا به روز قیامت این ممنوع و حرام است و کسی که در این مدت عقد بسته باشد دیگر عقدها همه فسخ و لغو است. لذا حتی صحابی که روایت میکنه میگوید که برای چند روز عقد بسته بود همراه زن، او چیزی که به او داده بود او هم با او تعلق گرفت و اینها از هم تا که ندای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شنیده شد دیگه از هم جدا شدن و بعد از او تا ابد ممنوع قرار گرفت. این حدی از او هست که بعد از او هر آنچه بیننده عزیزی ما بنابر عدم آگاهی به حکم شرعی در اینجا یا که اشتباهی که در فهم بوده مرتکب این امر ممنوع شده و وقتی که آگاهی یافتن اینها میتونن که عقد این همزیستیه که نه عقدی موقت هست و نه غیر موقت و عملا بخشی از زینای واضح هست برای یعنی بیننده عزیز خودش هم در این واضح میدانن و دیگرها هم و اما زمانی که از جهل و ناآگاهی بوده چون اونها حتی با نکاح شبهه هم در مابینشون که نکاح موقت نکاح شبهه هست او هم نبوده، یعنی از 4 سال از 8 سال 4 سال اونها با هم با عقد غیر شرعی موقت و عقد صیغه زندگی میکردن و 4 سال دیگر بدون هیچ نوع عقد، یعنی حتی شبهه عقد هم در اینجا وجود نداره که عملا زندگی زنا و زنای علنی واضح است در اینجا. حتی در مذهب تشیع هم که اونها به نکاح موقت قائل هستن و چیزهایی در اونجا تصورات باطل دارن، نزد از اونها هم مشروعیت خود از دست داده. و هر حال اینها در اینجا وقتی که حق را میفهمن و به حق رجوع میکنن در اینجا باب دروازه توبه با اونها باز هست و الله تبارک و تعالی بعد از توبه هر آنچه که قبل از او گناه ها صورت گرفته اونها را میبخشه، منتها توبه صادقانه بوده باشد و بعد از توبه صدق در توبه اونها میتونن که با هم ازدواج رسمی بکنن. اگر در محیطشان به خاطر یا که بدنامی یا بعض موضوع دیگری نمیتوانن انجام میتونن که با فاصله جای دیگری رفته عقد رسمی و قانونی خود نزد با هم ببندن و در حضور اولیایشان در حضور اولیای زن و با حضور شاهد و حضور شاهد با هم زندگی اسلامی و بدور از فحشا و فاحشه‌گری زندگی خود به پیش ببرن. منتها هر آنچه که قبل از دانستن از یک شخص صادر می شود و قبل از توبه از یک شخص صادر می شود، بعد از توبه و بعد از رجوع و بازگشت و اصلاح شخص پس از آگاهی همه عفو می باشه و الله تبارک و تعالی تا به غرغره مرگ و یا بس برگشت طلوع آفتاب از مغرب دروازه توبه را برای همه بنده هایش، نه تنها مسلمان گناهگار بلکه کفار و ملحدین و بی خدایان و به همگی باز گذاشته. هر لحظه که به درباره الله تبارک و تعالی توبه کردیم و خود اصلاح کردیم، رجوع کردیم و خود اصلاح کردیم، الله تبارک و تعالی از ما میپذیره و ما را در ضمن بنده های نیک خود استقبال میکنه. الله تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق انابت و توفیق برگشت از همه گناه ها و معاصی را نصیب بکنه و توفیق اصلاح کامل زندگی و حیات فردی و اجتماعی را برای ما و شما و جمله بینندگان عزیز و جمله اهل اسلام و جمله بندگان نصیب کنه. درست. آمین. جزاک الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که شوهرشان دوست دارد که ایشون در خونه آرایش کنند،
اما گفتن برادر شوهرشون هم با آنها زندگی میکند. آیا در این حالت آرایش کردن گناه است یا نه؟ آرایش برای شوهر حق شوهر هست و آرایش برای شوهر برای همسر حق همسر هست و این حق زندگی اجتماعیشان هست. اما در صورتی که برادر شوهر در اونجا زندگی میکنه، اینجا چند نکته قابل تذکر هست. یکی موضوع ظاهر شدن آرایش این زن برای او نادرست هست و این گناه هست و حرام. موضوع دوم بدون حجاب و بدون پرده، بدون حجابی که حد اقل او پوشیده بودن جمله چیز ماسوای حد اقل اون نزد کسایی که تصور دارن ماسوای صورت هست و حد راجحش هم موضوع خدا اینجا داره که روی هم حجاب هست. مسئله جداگانه‌ای که مورد بحث خدا داره، یعنی آشکار شدن هیچ یکی از جاهایی که باید پرده بوده باشد در حضور اجانب، در حضور برادر شوهر روان است به همان گونه چون برادر شوهر محرم شرعی نیست. درست. و نکته سوم که در اینجا هست موضوعی که در یک جای و در یک خانه تنها ایق زن بوده باشه و برادر شوهر بدون حضور داشتی شوهر و دیگر اقارب به محرم، اینجا در یک جا ماندنشان بنابر عوارض هم روا نیست. تا در صورتی که مثلا زن برادر اگر بود، زن خودی او هم بود یا اینکه دیگری از محارم بود که افراد زیاده راه چیز بسته باشه، اینجا جواز داره که یعنی در یک محیط با هم نشستی داشته باشن با هم بنشین. اما ای که تنها این بوده باشه و اون و شوهر خودش هم بیرون، در این صورت ماندن اونها یک جا یک مشکل شرعی و اشکال شرعی خدا داره که این لازم به تدارک هست و لازم به علاج و در حالاتی که به چنین وضع گرفتار می باشن از اون بهتر بودنش بودن زن با اقارب خودش هست به جایی که در خانه کی بوده باشد. جزاک الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که آیا در نزد ما اهل سنت حضرت عایشه رضی الله عنها درجه بالاتری دارد یا حضرت فاطمه رضی الله عنها؟ بر مبنای به اساس فضیلت جایگاه دینی و جایگاه شرعی، فاطمه رضی الله تعالی عنها فضیلتی بالای خدا داره که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را یکی از چهار زنی به کمال رسیده مسلمان دنیا برشمرده، در پهلوی آسیه همسر فرعون و مادر موسی علیه السلام و مریم مادر عیسی علیه السلام و همچنان خدیجه رضی الله تعالی عنها مادر مؤمنین و اولین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مادر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که اینها در مجموع زنهای دنیا فضیلت ویژه خدا دارند. بعد از اونها عایشه صدیقه و همچنان درباره فاطمه رضی الله تعالی عنها آمده که سیدت نساء الجنه، سردار زنهای جنت هست و این فضیلتی والای خدا داره. اما به اساس نشر علم و تعلیم و نشر احادیث و تعلیم قرآن و سنت در اینجا عایشه رضی الله تعالی عنها خدمات والایی را داره که فاطمه رضی الله تعالی عنها نسبت کوتاهی عمرشان بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله که چون تنها 6 ماه زنده ماندن و در اون مدت هم اکثری او بیمار بودن، بعد از او این دنیا را
پدرود گفتن. اما عایشه رضی الله تعالی عنها تا به سال 58 هجری تقریبا و بعضی اوقات 56 هجری زنده بودن و در این مدت نشر علم و تعلیم قرآن و سنت وظیفهشان بود و شاگردان زیاده تقدیم کردن. پس این با وجودی که این خدمت والا و این مقام والا را دارن و اینکه مادر مسلمان ها و ازواج امهاتهم در قرآن کریم آمده که همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان به شمار می روند، اما به حساب فضیلت ذاتی فاطمه رضی الله تعالی عنها فضیلتش و مقامش بالاتر هست. هر دو دارای فضیلت هستند در نزد اهل سنت. هر دو دارای فضیلت هستند، اگر اون فاطمه رضی الله تعالی عنها بالاتر هست و این بعد از او. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که برادرهایم نماز نمیخوانند، اگر پول ازشان بخواهم حلال است یا نه؟ موضوع تعامل در اینجا برمیگرده به موضوع نیازمندی جدی شخص که مثلا تعامل خویشاوندی میان شخص مسلمان و غیر مسلمان در تعاملات دنیایی اشکالی ندارد که حتی به برادر غیر مسلمان خود یا اینکه به یکی از اقارب و خویشاوندان غیر مسلمان خود چیزی هدیه میدهد یا از اونها چیزی هدیه میگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از اقارب غیر مسلمان خود هدیه ها میگرفتن و با اونها هدیه تقدیم میکردن، بلکه از شاهان غیر مسلمان دنیا با اونها تبادله هدایا میانشان وجود داشت. و همچنان حدیثی از درباره عمر رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم باره تیکه از ابریشم را که قبلا خودشان پوشیدن او را نادرست اعلان کرده بودند برای ما هدیه فرستاد. گرفته پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم که در ایرا قبلا پوشیدن ایرا استفاده ایرا برای ما حرام بیان کرده بودی و گفته بودی کسی که ایرا میپوشه در آخرت هیچ سهمی نخواهد داشت. خب پس باز برای ما تحفه ایرا به عنوان انعام و یا که هدیه فرستاده. یا فکر کرد که شاید بالای ما کدام احساس ناراحتی کرده باشم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من ایرا نفرستادم که خود بپوشی، بلکه به یکی از اقارب دیگر هدیه بده. عمر رضی الله تعالی عنه را به یکی از اقاربش که در مکه و هنوز بود و هنوز مسلمان نشده بود به او هدیه فرستاد و این تبادله هدایا و تبادله تعاملات دنیایی وجود داشت و دارد. اما موضوع در صورتی که چیز نبود، موضوع محبت قلبی و بد دیدن بیدینی از اونها و بد دیدن موضوع این که اونها نماز نمیخوانند و به دین پابند نیستند، این مسئله جداگانه خدا داره. اما تبادل مصالح با غیر مسلمان ها، میان مسلمان ها و غیر مسلمان ها، از تجارت تا تقدیم هدایا و گرفتن و دادن هدایا در اصل وضعش جواز داره. بله مسئله دیگه در اینجا هست که اگر با کنار گرفتن ما از رابطه با او شخص میشه و که او شخص اصلاح شوه، یعنی این یک قدمی در اصلاح اون بوده باشد که دیگر این باز وجیبه است که به او مبنا بر مبنای دعوتی باید ما انجام بدهیم و او را مسئله جداگانه است که به نام هجر نامیده می شود و حکم جداگانه خدا داره در صورتی که این به اصلاح او شخص می انجامیده بوده باشه. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که آیا مسح بر جوراب درست است یا نه؟ بله راجع همین است که مسح بر جوراب درست است، اما نه جوراب های نازکی که پوستی بدن از زیر از اونها نمایان می باشه و که جورابی که پوست بدن انسان می پوشن، یعنی واضح بوده باشه که این جوراب هست و
چیزی دیگری فاصله میان پای و بوده باشه، یعنی پوست پای انسان و بدن یکی انسان زخامت باید داشته باشه. یکی خامه هایی هست که هیچ احیانا بر رنگ پوست انسان می بوده باشد و بر علاوه از او انسان که نگاه میکنه پوستی بدن کاملا از زیر از اونها حتی رنگ هایشان که متفاوت باشه پوستی بدن کاملا مشخص است و در اینجا این وضعیت جورابی که باید پای را پد بکنه پوست را پد بکنه وجود نداره، در صورتی که جورابی بود که پای پوست انسان را پنهان می‌زیر او پنهان میشد و جوراب درست بود، مسح در او درست هست و راجح در این مسئله همین جوازی از او هست. تشکر میکنم از شما. در اینجا اتاق فرمان آقا رفیع عزیز خواهش میکنم که لطف کنید شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن و از بینندگان عزیزم درخواست دارم، عاجزانه درخواست دارم که وقتی تماس میگیرن سوالا را آماده کرده باشن و فقط از طریق گوشی و از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که آیا اگر در سفر وقت نماز باشد و وضو بگیریم می توانیم بر سر چادر مسح کنیم؟ چرا که جوانان چادر که میپوشند زیاد بسته‌کاری میکنند که از سرشان خطا نخورد نیفتد و در سفر وقت نمی باشد که آدم بتونه فرصت وضو چادرشو بکنه و مسح بکنه. بله، در این حدیثی صفوان ابن عسال رضی الله تعالی عنه است که در جریان سفر البته این پرسنده گرامی از طبقه ایناس بوده باشه و حدیث هم مربوط به طبقه رجال و ذکور هست. صفوان ابن عسال رضی الله تعالی عنه میگه که ما وقتی که در غزوات در جریان میرفتیم عمامه خود را محکم میبستیم و بعد از او بر قسمتی از پیشانی و سپس بعد از او بر بالای عمامه مسح میکشیدیم. این در صورتی که در مردها جواز دارد، در زنها مخصوصا در وضعی که نباید میسری از اونها در میدان نمایان شود اولا این جواز او برای در چنین حالت جواز داره و اشکال وجود نداره. گفتم وقتی که در مردها برای رفع مشقت جواز او صادر شده، برای زنها بالاولا باید که جواز داشته باشه، هیچ نوع اشکالی در او وجود نداره که مسح بالای سر و بالای عمامه، یعنی قسمتی از پیشانی سپس بر عمامه مسح شرعاً جواز داره و در این حدیث صحیح است. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم وصله و اولین بیننده را میگیریم. فقط خواهش میکنم که از طریق گوشی با ما صحبت بکنن. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من یک سوال داشتم. نماز پشتانه که میخوانیم صلات وتر تا چه وقت داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی رو وصل کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر محترم، من سوال که اگر کسی مثلا چون در ایران و در کشور در عراق و اونجا شیعیان برای اهل سنت ظلم میکنن، هم حکومتشان هم مردم عامشان، تقریبا نه تمام مردمش، و بالاخره به صحابی پیامبر توهین میکنن، به همسران پیامبرشون توهین میکنن. اگر در افغانستان ما با شیعیان که در افغانستان هستن کینه قلبی داشته باشیم نسبت به اون ظلمی که در ایران و در عراق میکنن شیعیان چون اینجا اکثریت هستن، آیا این چیز جواز داره یا نداره؟ یعنی ما به خاطر اون مردم کینه قلبی داشته باشیم چون که در افغانستان در اقلیت هستن، علنی نمیتونن فحش و لعن مسلم بکنن به صحابه یا به همسران پیامبر، لااقل با احترام نامشان میگیرن در اقلیت هستن. سوالتون واضحه، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. بله. یک سوال دیگه خدمتتون دارم.
اگر شرعی باشه بهتره، سوال فقهی و در این مسائل. بله. اگر کسی که در نماز و روزه و عبادات کاملا پایبند باشه، با وجود اینکه در مسائل دین پایبند باشه، یکی صداتون رو بلندتر کنید برادر گرامی. آقا عبیدالله درسته؟ بله، گفتم اگر کسی در مسائل دینی شرعی پایبند باشه در تمام نماز و بله. روزه و عبادات و اینا، باز هم با فیلم مبتذل نگاه بکنه، حکمش از نظر اسلام چی است؟ متعیلان باشد. درست. تشکر میکنم شما. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. ظاهرا تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که وقتی تماس وصل شد از طریق گوشی با ما صحبت بکنن، منتظر نشن که صداشون در تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. جناب استاد یک چند سوال اولتون؟ سوال اول همین است که در بابت محض اگر ما در محض کردیم، وقتی که محض میکنیم وضو داریم، در حالت نماز دیگر همون چوربا را از تو بدر میکنیم، در این حالت ما میتونیم اونها را پوشیده کسیم یا پوچه ها را بشوییم؟ درست. سوال دوم این است که صدقات در حق اموات گذشتگان در لولو و مرجان در بابت این پیشه خدا روایت آمد که پشت سر اموات جوانی آمده از پیامبر خصوصی که صدقات کنن اجازت است. اگر صرفنا قبول من حکم این حدیث شماره 1500 در این باب میفرمانده. بنده گرامی متاسفانه صداتون واضح نیست، صداتون خیلی قطع وصل میشه، ولی اصل سوال رو گرفتم، ان شاءالله که درست گرفته باشم. یعنی سوال دیگه هم تو بفرمایید. نفر بیمار شده است با اونها اجازت سجده کردن دکترها ندادن، همون نتواند به اشاره نماز کنه. درست. و سوال دیگر که حکم همین نجاست موت یا این گاو در دستگاهی که پالوزی می شود. سوال دوباره تکرار کنید. حکم نجاستی مرغ یا اینکه گاو بله. در زمین هایی که چیزی کار میکنن در اونجا پالوزی میکنن، آمیخته کردن همینها در اون زمین یگان اشکالات نداره؟ سوال آخران استاد، یعنی در زمین کشاورزی منظورتونه، درسته؟ بله درست. اجازت هست همین رو. سوال واضح است. سوال بعدی این است که وضو گرفتیم در مسجد هنگام وضو میگیریم داخل مسجد میشیم، اول ما تحیت المسجد بخوانیم یا اینکه دو رکعت شکری وضو بخوانیم بعدا تحیت مسجد؟ درست. خب تشکر زیاد. سلامت باشین. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. من یک سوال داشتم. رفتن به خانه یک مسلمان، غذا خوردن در خانه زو و در صورتی که نمیداره که گوشت زو حلال است یا حرام است، کجا گوشت تهیه کرده، چی باید بکنیم؟ یعنی در کشور اسلامی هم زندگی میکنه؟ نه خیر، در کشور اروپایی. اما ما نمیفهمیم، اجازه داریم که پرسان کنیم از غذایش که حلال است حرام است که بخوریم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ زنده باشه. نه خیر، تشکر. یک جان تشکر. السلام علیکم. سلامت باش.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ما عادت ما همین است که ما نمازهای ویترمان را در مسجد میخوانیم. ما میتوانیم که به خانه های ما بعد خواندن نماز ویتر باز نمازهای تهجد خوانیم. این درست است نماز خوانیم. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر، زنده باشید، درستان دام میکنیم. سلامت باشید. تشکر میکنیم از دیگه گرامی. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم با جناب استاد شما صداتون پخش میشه و منتظر سوال شرعیتون هستیم بیننده گرامی. برنامه لایف است جناب. من که درخواست میکنم میشه که شما وقتی تماس گرفتین با گوشی با ما صحبت بکنین، چون صدا دیرتر میاد. الان شما صحبت بکنین بعدا صداتون رو میشنوین. بفرمایید. شنیدین صداتون رو؟ بله. موضوع طلاق بود جناب استاد. بفرمایید. طلاق؟ بله. ما مشاکل شده در خانه، دو طفلم دارم، یکیش 1 ساله است، یکیش 3 ساله است. باز همه خانه ما چند زدم تقریبا، یعنی باز پدر از زنگ زدم، ما گفتم بیا ببری را خانه ببر. بعد شام را برد خانهش، بی اولادای من تسلیم نشد. میشنوین؟ یعنی به چه صورت سوالتون رو کامل بکنید؟ الو. بله. بعد از او پدر اولادای من تسلیم نشد. تقریبا ساعت 2 ساعت 3 ساعت بعدش من اولادا رو بردم در خانه خسرم. بازی را گفتم که اولادا رو تسلیم شو. یه خسر من را گفت که اولادایت هم تسلیم نمیشم و خودت از خانه برای و دخترم من خودم نان میتم. و دیگه ای که هرچی که از رو خدمیه بکو. ما عصبانی شدم. درست؟ بله. هزاران تماسشون قطع شد. اگه تونستیم بنده گرامی دوباره تماس بگیرین که سوالم کامل بشه. سلام علیکم، بفرمایید. بله، وصال حق در خدمت شما هستیم. یک سوال داشت. روز جمعه که امام خطبه میخونه با نماز جمعه که میریم نماز بخونیم یا نه؟ امام خطبه میخونه؟ روز جمعه که امام که خطبه میخونه، بله، نماز بخونیم یا نه؟ یعنی نماز سنت دیگه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. صداتون مشکل داره، لطفا یکم بلندتر صحبت بکنید. الو. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد گرامی. سلام علیکم. چند سوال شرعی داشتم. سوال اولتون؟ در جامعه زندگی میکنیم که داخل شده با مدرسه، یعنی مکاتب دانشگاه با شدن سطح و فرزندان ما ممنون است اینجا. یعنی چی باید کرد؟ بگذاریم فرزندان ما بسواد، یعنی بیمونن نظر همین میخواستم میفهمم. سوال بعدی، زنی که در رشته پزشکی کار میکنه در محل کار بدون حجاب، یعنی با لباسای مخصوص، یعنی رستوران، یعنی کلاهی، یعنی ممنوع است یا خودش این کارو میکنه؟
دانشان در همونجا در بیشکک شعبه کودکانه، یعنی در کودکانه کار کردن، لیکن ورودی مردم اونجا یعنی مردم ورود میشن، یعنی کودکان خود رو برای معاینه میارن اونجا. بله. سوال دیگه این دارین؟ آخرین تماس بیننده رو بس کنین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. کسی هستم پیشتر برتون زنگ درست. جناب استاد. شما در حالت عصبانیت گفتین؟ بله، من در حالت عصبانیت جناب استاد. بسیار مرا خسرم قارم آورد، بسیار خشمگین شدم. ما همونجا گرچند خانمم در خانه که ما بودیم در خانه نبود، پیش خسرم ما 3 دفعه طلاق تکرار کردم. طلاق گفتم. اینال خانمم میخواد که دوباره پس بیاید. درست. اما ما ایرا گفتم از شما پرسان کنم که از نظر شریعت چی حکم داره. مشا و جناب استادم زنگ زده بودم. درست. بله. شما میشه همین سوال ما را جواب بتین. ما بسیار با مشکلات هستم. 2 دانه طفل دارم، طفلکای من خورده است و نگاه میکردنی هم کسی ندارم. انشالله. تشکر میکنم از بیننده گرامی و انشالله پاسخ دریافت میکنیم. سلامت باشید. بینندگان گرامی، در اینجا یک میان برنامه با هم میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خداوندا توی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچه دارم. اگر عمری به سجده سرگذارم، نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت رهنمودی. همه محتاج تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی، و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند، و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا صدها خدا را، ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی.
ائمه اصفهی از حق پرستند که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت بینندگان عزیز. جناب دکتر بیننده گفتن که ما بعد از نماز خفتن یا همون نماز عشا، نماز وتر رو تا چه ساعتی وقت داریم که ادا بکنیم؟ وقتی رسمی نماز وتر تا به طلوع صبح صادق ادامه داره و بعد از او هم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و از تعداد از صحابه ثابت است که بعد از طلوع صبح صادق هم تا به وقت نماز تا به برپا شدن نماز فرض نماز صبح هم میخواندن، اما وقتی اصلی او با طلوع صبح صادق به پایان میرسه. و بعد از او هم از گفته مزق و از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و تعداد از صحابه کرام ثابت است که بعد از او هم بعد از اذان و قبل از نماز هم ادا میکردن. و کسی که در این مدت از او ماند، صبح بعد از طلوع آفتاب تا به زوال آفتاب در این مدت او را قضای او را ادا میکنه، اما نه ویتر بلکه یک رکعت دیگری بالای او می افزاید تا به اینکه جفت شود و زوج شود. ویتر ادا نمیکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر کسی به خاطر اینکه در کشورهای دیگه مثل در کشور عراق که شیعیان یا رافضی های آنجا بر سنی ها ظلم میکنن، توهین میکنن و به خاطر این قضیه ما در افغانستان کینه و یک نوع حقد نسبت به این گروه داشته باشیم، آیا این کار جواز دارد یا نه؟ موضوع کینه در برابر مسلمان ها داشتن جزئی از اصول 8 گانه اهل تشیع هست. چی او را اصول مذهب بنامند یا چی که اصول دین، که در کتابی که قبلا یکی از کتاب های شیعه ها بود، در جمع بعضی اقوال زندقه و بعضی اقوال نیک و خوبی هم در وسطش نشر شده بود به نام 4 کتاب میخواندن در محیط اجتماعی سنی ها و به شمول افغانستان و تاجیکستان و دیگر جاهای به نام 4 کتاب. در او به صراحت میگفتن اصول دین ای برادر 8 قسم است. 7 و 8 او بود تولا و تبرا. تولا یعنی دوستی شیعیان و تبرا بد دیدن مسلمان ها از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا به آن که در این زمان موجود هست. قسمی که محسنی در جاهای زیادی از کتاب خود تصریح میکنه.
هر کسایی که امامت و ولایتی که اونها باورمند هستن نپذیرفتن، اونها همه چیز هستن، خالی از ایمان هستن، به ظاهر مسلمان گفته می شوند، چون که قسمی که منافقین در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جزء جامعه اسلامی به شمار می آمدن و در غیر ورنه یعنی مسلمان هستن و ایماندار نه، لذا با هم تفکیک میکنن. وقتی میگن مسلمان، ما شما مسلمان میپنداریم، بله اونها مسلمان میپندارن، اما تعبیرشان از مسلمان فرق میکنه با تعبیر ما و با تعبیر قرآن از مسلمان، و که در قرآن کریم و نزد اهل سنت مسلمان کسی است که هم از لحاظ عقیدتی و هم از لحاظ ظاهری پابند به اسلام بوده باشد. و در نزد از اونها با توضیحی که آیت الله محسنی شرح میدن و دیگرهایشان هم، مسلمان نزد از اونها کسی است که در ظاهر دشمنی با اسلام اعلان نکنه، اما از دل به اسلام عقیده نداشته باشه و دشمنی داشته باشه، یعنی آنچه که ما او را منافق مینامیم. پس هرگاه این لفظ در عبارتی از اونها هم آمد، شما خوش نشوی که شما را اونها مسلمان گفتن یا که صحابه را مسلمان دانستن. اونها کلمه مسلمان و مسلم در نزد آیت الله محسنی و هم کیشانش معادل با لفظی منافق در تعبیرات اسلامی و قرآنی هست. پس وقتی که هرگاه گفت که تو مسلمان هستی، به این معنی است که میگویه که تو منافق هستی، اما وقتی که بگویه که تو مسلمانه که ما حساب میکنیم که بگویه که مسلمان هست فلانی، میگویه که مؤمن هست. لذا در فرق میکنم بین مؤمن و بین مسلمان نزد اصطلاحی از اونها. پس از مطلب بیرون نشویم. بد دیدن مسلمان ها و دشمنی با مسلمان ها و عقده در برابر مسلمان ها جزئی از ایدئولوژی و اندیشه این دینی مجوسی تعدیل شده هست. دین زردشتی تعدیل شده، با تعدیلات وارد شده تا به اینکه در جامعه اسلام خود ظاهر بکنه. در جایی که دست یافتن نه تنها موضوع عراق امروز و سوریه امروز هست، در یمن، در مواردی که در بحرین بود، در ایران عصر خمینی، در ایران عصر صفوی ها و در زمان ابن علقمی و نصیرالدین طوسی با چنگیزی ها و افغانستان که شاه اسماعیل صفوی و دیگرها حمله کرده و جرایم بزرگی در هرات و در بلخ و بادغیس و این مناطق انجام دادن که در دیگه های داغ از پر از روغن علمای اسلام و چیزها را انداخته بریان میکردن و جرایم دیگری که بشماره که بود. پس این جرایم میتونه که با 2 دهه قبل هم با جرایم حزب وحدت و همکشانش هم انسان برگرده، یک مطالعه بکنه. خب تمامی از اینها جرایمی هست که همه اونها شریک هستن و جرایمی که اگر در محیطی که دست نیافتن، در اونجا در دل عقده دارن و در دل عقیده دارن که باید این جرایم دعاگو هستن هر لحظه که ما دست پیدا کنیم و این جرایم را انجام بدهیم. قسمی که حتی درباره صحابه کرام و دیگرها هم میگویند که باید که اونها به قتل میرسیدن و مستحقی بودن که باید کشته شوند، منتها گذشتن در تاریخ دیگه نمیتوانن اونها را بکشن. مسئله جداگانه ایشان هست. پس این یک مسئله هست. پس در اونجا بود یا در اینجا عقده از آنها در برابر اسلام و مسلمان ها امر کلی و جزئی دین و آیینشان هست. و موضوع دیگر بد دیدن انحراف جزئی از اندیشه و کیش اسلامی هست که به نام تولا و ولا و برا یاد می شود. دوستی راه حق و پیرو راه حق و بد دیدنی منحرف از راه حق. هر کس به هر اندازه که انحراف داشت به امو انداز باید که در دل او را بد ببینه. مثلا گناهگار به هر اندازه که گناهش بیشتر است کمی در برابر امو انحرافش
باید که در دل بدبینی داشته باشه و به اندازه که خوب هست خوبیش باید که دوست بداره. در برابر غیر مسلمان باید در قلب هر غیر مسلمانی که بود به هر چیزی بر مبنای همون بدینیش باید که بدبینی در برابر او بدینی از او داشته باشه، چی که از نزدیکترین خویشاوندان باشه. و اگر این بدبینی کفری او بر مبنای عقیده منحرف او و بدینی از او در دل تو نبوده باشد، پس باید که ایمان خدا دوباره بازنگری کنی و علاج بکنی. این یک مسئله است. مسئله دوم، این بد دیدن معادل یا که برای همپایه لازمی این بد دیدن عکس العملی فیزیکی متقابل نیست. یعنی اینجا مسئله جداگانه هست که باید ما اونها که شرکیات کفریات دارن، بدبینی در برابر صحابه دارن، تکفیر صحابه دارن و از توحید به دور هستن، از قسمی که آیت الله محسنی کاملا تصریح میکنه، میگه که احادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده همگی از اینها ساخته صحابه و بافته خودی از اینها هست. یعنی چیزی را به عنوان حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم قائل نیست، نمیپذیرن. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا نمیپذیره، قبول ندارن. خب بر عقیدهشان هم درباره قرآن صریح و واضح هست و تحریفی که در با او عقیده دارن. ما باید که بد ببینیم و بدبینی داشته باشیم. اگر این بدبینی نبود باید ایمان خدا علاج بکنیم. گویا که انحراف در برابر دین و در برابر قرآن و در برابر چیز ما در مقابل او کاملا به تفاوت هستیم. اما مسئله ای که در اینجا لازم هست، آیا هر بدبینی عکس العملی تقابلی فیزیکی لازم داره؟ چنین نیست. کافر هست، از اهل ذمه هست یا پیمانی داره با مسلمان ها یا اهل صلح هست، ما هیچ نوع برای ما اجازه نیست که در مقابل از او عکس العمل نشان بدیم و او را بالای او تجاوز جسمی داشته باشیم یا تجاوز مالی بالای از او داشته باشیم، مگر کافری که در برابر ما در صف جنگ هست، دو یهودی هست یا نصرانی هست، همزیست با ما، از اهل ذمه یا اهل پیمان یا مستأمن آمده از بیرون با ویزه به کشور ما، در محیط ما با ویزه قانونی زندگی میکنه، ما حق نداریم که بالای او تجاوز بکنیم، نه بالای خودش، نه بالای مالش و نه بالای آبرویش. اما چیزی واجبه این است که باید کفر او را به اندازه کفرش باید که بدبینی و نفرت از او داشته باشیم. پس تعامل دنیایی ما موضوع جداگانه است و بد دیدنی که باید که ما بد ببینیم در قلب خود موضوع جداگانه. ما وقتی که شیعه در محیط ما هست آگاهی داریم در مجموعه که آنهایش که بسیاری از اونها هست که آگاهی ندارن، حتی از اصل دین خود آگاهی ندارن و آنچه که آخوند گفت محبت آل بیت و محبت اسلام به امو روان هستن، اون نوع معذور هستن. اما مجموع آن که از دینش آگاهی داره حتما در برابر اسلام دشمنی داره. پس ما باید او را بد ببینیم، اما تا وقتی که عکس العمل میدانی او را نمیبینیم، ما در مقابل از او عکس العمل در مقابل از او عملا نشان نمیدهیم. اما عقده ما و آمادگی همیشگی ما لازمی هست. موضوع دوم که بسیاری از این مربوطین آیت الله محسنی تا با این دیگرهایش از چینم دارن گروه هایی که مربوط هستن به جزی لشکری فاطمیون، جزی لشکرهای دیگر، به هزارها با تنظیم رسمی و ارسال رسمی این گروه ها و کمیته امداد اون ماسونی فرانسوی چینم داره، خمینی که ماسونی که از فرانسه آمده به عنوان رهبر اسلامی مطرح شد،
کمیته امدادی از او و کمیته های دیگری رسما جوانان را آماده میکنن و جوانان را به حساب جزی مشارکین در جنایات عراق و سوریه هستند و جزی جریمه جنایی بر ضد مسلمان ها هستند و این باید مسلمان ها آماده باشند که همین مجرمین با همین عقده ایشان برای آینده افغانستان در اونجا تربیه میشه و اگر فعلا محیط برای آنها سازگار نیست و این باید که همه اهل سنت و باید حتی حکومت افغانستان با تیپ های مختلفش در متوجه این قضیه خطرناک و برنامه خطرناک کشور نظام ماسونی ایران بوده باشه که در افغانستان بله چون قسمی که برنامه های شوم و پلید خود را در کشورهای عربی داره در کشور افغانستان هم عملا بارها گرفتار هم شدن و بارها امنیت افراد مربوط به اونها را چی در قالب ارتباط با طالب و یا در قالب خلایای داخلی مستقل دستگیر کردن و بیانات از اونها از طریق تلویزیون ها حتی به نشر رسید. پس این نکته باید که هم ملت افغانستان و هم نظام و حکومت افغانستان برای از این متوجه بوده باشد و باید که برای کنترل این جدی بوده باشد اگر آزادی خود داشته باشه مثلا جدای دیگر است. فکر کنم این سوال خودش یک برنامه خاصی میخواست اگر ادامه بدین جناب دکتر. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن شخصی اگر در پایبند به نماز و روزه باشه کلا عباداتش رو به نحو احسن انجام بده و متأهل هم هست اما فیلم های مبتذل رو نگاه میکنه گناه این کار تا چند اندازه است؟ گناه این کار به اندازه امن هست که یک شخص فیلم های مبتذل نگاه میکنه و الله تبارک و تعالی در سوره نور میفرماید که ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. کسانی که یعنی میخوان که فحشا در جامعه اسلامی پخش شود انتشار شود برای از آنها عذابی دردناک است در دنیا و در آخرت. هم در دنیا عذابی دردناک داره و هم در آخرت. این جریمه اگرچه از شخصی که بدین آگاهیش بیشتر است صورت میگیره گناهش بیشتر هست نسبت به کسی که آگاهیش از دین کمتر است، اما نه به این معنا که این شخص که جزوه پابندی بدین داره یعنی با ارتکاب این کافر و دوزخی بوده باشد و شخصی دیگری که دیگر همه دین را گذاشته معذور بوده باشد. نه به این معنا نیست. اون شخص هم مجرم هست و جرم او چندین برابر هست که هم نماز گذاشته هم روزه را گذاشته هم دیگه چیزهای دین گذاشته و هم مرتکب فحشا و بیراهی میشه. اون به شیطان بیشتر نزدیک است و یاری نزدیکتری شیطان هست و این از او کمی روابطش یا کمتر است. اما مسئله دومی که در اینجا هست وقتی که این شخص پابند به نماز هست و در قرآن کریم میگه که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. این شخص باید که نماز خود بازنگری بکنه که چی اشکال در نماز خود دارد، چی مشکلی در نمازش داره که این نماز او مانع این جرایم او نشد که الله تبارک و تعالی در او وعید شدید عذاب دردناک در دنیا و آخرت را با او وعید داده. پس باز برای ما در صورت آلودگیمان به هر گناه لازم هست که نماز خود پس بازنگری کنیم که در نماز خود چی اشکال داریم که اون از دایره قبولیت فاصله داشته و ما را مانع ارتکاب این جرایم ما نشده. پس این بازنگری برای اون برادر و دیگرها هم لازمی هست. منتها موضوع جرم بودن ای برای کسی که بیشتر بدین آگاهی داره گناهش بیشتر هست، اما هم پایه با او کسی که پابندش کمتر هست چندین برابر به شیطان نزدیکتر هست. الله تبارک و تعالی اون را هم اصلاح بکنه و این را هم اصلاح بکنه و ما را هم بر جاده اصلاح مستقیم بسازه. انشاءالله. تشکر میکنم شما.
بیانیه بعدی گفتن که اگر شخصی بر جوراب مس بکنه در حالی که وضو گرفته، بعد جوراب مس بکنه، بعد جوراب رو از پاش به در بیاره، آیا باید وقتی که دوباره جوراب میپوشه باید دوباره وضو رو از نو بگیره یا مس بکنه یا هیچ چیز لازم نیست؟ احتیاط در این همین هست که وقتی که جوراب را از پای در آورد پای خود بشویه. احتیاط در این مسئله امی هست در صورتی که جوراب از پایش در آورد در حالی که هنوز با وضو هست، موضوعی که یعنی مسح کشیده بالای جوراب یک بار. بله اونجا بهتر و احوط همین هست که احتیاط تر همین یعنی بقیه هست وضوش کامل، فقط پاشو بشوره. پای خدا بشویه که وضوی خدا تکمیل متصل این که وضو جراب خدا میکشه، پای خدا بشویه که وضوی خدا مجدد بگیره. هم هر دویش انشالله اشکال نداره. اگرچه رأی هست که چون در اینجا کشیدن جراب در حدیث ثابت نشده که این ناقضی وضو بوده باشه که کشیدن خف از پای در صورتی که انسان با وضو بوده باشه. اما موضوعی که جواز مسح وقتی بود که این بر پای بود. بله. جواز مسح وقتی بود که این بر پای بود و زمانی که این کشیده شد اون موضوع مسح خلای خدا پیدا کرد. قسمی که مثلا میشه که به مبنای قیاسی او را به چیز تشبیه بودند که شخصی که در عدم وجود آب وضو میکنه، زمانی که آب پیدا شد در عدم وجود آب تیمم میکنه. تیمم میکنه وقتی که آب پیدا شد تیمم میاد و ساق لغو میشه. درست. به همون انداز این مسئله به او شباهت داره. احتیاط در این امی هست که باید که وضوی مجدد بگیره یا که پای خدا علل اقل بشویه تا اینکه یعنی با اطمینان تر در نماز خود اقدام وارد نماز خود شود. یعنی اگرچه کسی که عکس میکنه ما گفتن نمیتونم که حتما نماز او باطل هست، چون نص صریح در اینجا در بطلان او وجود نداره. اما احتیاط در همین هست و ما باید که در دین خود احتیاط بیشتر اختیار بکنیم نسبت به تساهل. درست. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی استناد کردن به یک حدیثی از لؤلؤ و مرجان و گفتن در مورد اینکه صدقات در حق اموات جایز هست. در این نظر چه نظر داره؟ بله، صدقه در حق اموات دو بخش داره. یکی موضوعی که میت وفات کرده و صدقه فرضی بالای او یا نظری بالای او هست، چی زکات مانده بالایش یا اینکه زکات فطر بالایش بوده یا زکات اصلی بوده یا صدقه دیگری مثلا کفاره بوده بالایش. بله. کفاره روزه هست، کفاره زهار هست، بخیر هر آنچه که بوده باشه ادای یا که نظری بوده ادای ای بالای ورثه‌اش در صورتی که مال داشته باشه از مال خودش باید اول او را ادا بکنن، اگر نداشته باشه ورثه‌اش باید که از جانب او ادا کنن، با اونها انتقال پیدا میکنه. درست. این مسئله است که قرض الله تبارک و تعالی حق دارتر است که باید ادا شود. این مسئله دوم صدقه نفلی که بعد از او انجام میشه و هم در شریعت آمده و هیچ اشکالی در او وجود ندارد، یا که عوض از او شخص حج میکنه یکی از ورثه‌اش یا کسی را به حج عوض از او میفرسته، اینها همگیش جواز داره و شرعاً اشکالی نداره. ثوابی دعا میکنه ثوابی ایره الله تبارک و تعالی به فلان برسان، هم این شخص مستحق ثواب میباشه و هم ثواب به اون شخصی دیگری که برای او صدقه شده به او میرسه. و همچنان قسمی که از علی رضی الله تعالی عنه آمده که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگیشان قربانی میکردن و این هم به نام از اونها یک قربانی انجام میشه. لذا در اینها
هیچ شرعاً هیچ اشکالی نداره. منتها نکته‌ای که در اینجا مهم هست این صدقه به کی داده می شود و چگونه ادا می شود. این نکته بسیار مهم هست که در عموم محیط اجتماعی ما این مسئله بالاش دقیق نمیشه. متوجه همین است که باید من چیزی صدقه بکنم و مردم بگوین که صدقه کرد. اصلا وقتی که نکته به اینجا آمد که مردم بگوین که صدقه کرد، اینجا ثواب از بین رفته. بله. جز امی که مردم بگوین دیگه ثواب ندارن، نه به خودی ای نه به او میت. بله گناه داره. درست. گناه داره وقتی که بنام ای شد که مردم بگوین که صدقه کرد، مردم بگوین که این کار انجام داد، اینجا گناهی ریا را با خود داره، اما از ثواب کاملا خالی هست که نه به خود این ثواب میرسه نه به او شخص. یک نکته است. نکته دوم، افرادی که به اونها اگر با اخلاص نیت، بدون این نیت با اخلاص برای ادای واجبی که بالایش هست انجام میده، بله، یا ادای چیزی که میخواه برای ادای ثواب او را انجام میده، هیچ نوع گفتی مردم یا نگفتی مردم در نظر او مهم نیست. اینجا نکته دوم است که به کیها ایرا میرسانه. چون مستحقین صدقات معروف هستن، 8 گروهی که هست معروف است: فقرا و مساکین و انسانهای قرضدار و انسانهایی که مسافر از راه مانده هستند در جهاد و در راه الله تبارک و تعالی، و چیزهای آزاده اسیران و همسال چیزهایی که 8 قسمه که معروف و مشخص است، یا که اشخاصی که به اسلام نو گرویدگی دارن و مؤلفه القلوب به شمار من به اسلام گرویدگی دارن، اما تا به حال میشه یک نوع به خاطر بیش ساختن عاطفه از اونها تحت تاثیر قرار دادن از اونها با اونها نیکی میکنن. تمامی از اینا اونها مستحق هستن. اما بزرگ صاحب و سردار قبیله و بزرگوار خطیب صاحب محترم و قماندان صاحب سرتیپ و غیره، این دیگه رشوه است، دیگه صدقه نیست. اینها صدقه نیستن. به جای اینکه ثواب داشته باشه، هم ضیاع سرمایه هست و هم آینده هم ترویج یک بدعت هست موضوع، و هم منحرف ساختن نظام اسلامی که برای مصرف صدقات تعیین شده به یک نظام دیگر مخالف با او، که از چندین جهت خلل های داره که یعنی از بار گناهی از اون ما برایم خیلی جای شکر هست چی که از اون ما توقعی ثواب را داشته باشیم. پس ما باید وقتی که نیکی را انجام میدیم متوجه بوده باشیم که شریعت راه و روش و طریقه ادای او را هم با ما بیان کرده. ما باید وقتی اصل نیکی بود ببینیم شریعت چگونه به ما دستور داده که ای را ادا کنیم. صدقه کار خوبی هست، کار ثوابی هست و شریعت به او تشویق و ترغیب شده و ثوابی او هم به ما میرسه، هم به والدین ما میرسه و هم به اما ببینیم شریعت گفته ما چه قسمی ای را ادا کنیم، با چی افرادی بتیم و چی خصوصیاتی را در نظر بگیریم که صدقه ما معتبر و مقبول بوده باشه و ثواب او برای ما ذخیره باشه و برای ما حاصل شود. بجای نشود که ما هم مصرف کنیم، خرج و مصرف کنیم و هم گناه با خود برای خود گناه اضافه کنیم و گناه کمایی کنیم. از الله تبارک و تعالی توفیق و هدایت و فهم درست و عمل به آن فهم درست را با همه ما نصیب بکنه. از الله تبارک و تعالی توفیق و هدایت مزید را خواهانیم. آمین. جزاک الله خیر. شخصی که گفته بیمار شده و نمیتونه سجده بکند، آیا میتونه به جای سجده اشاره بکنه و جای سجده را اشاره میگیره یا نه در نماز؟ بله، هر رکنی که ادایش برای شخص مشکل بود، برای شخص نمیتوانست ادا کنه، ادای او از او معاف میشه، ساقط میشه و انتقال میکنه به بدیلی به بدیل از او. اگر بدیلش میتونست باز او، اگر نمیتونست پس به حدی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در این خصوص میگه مثلا کسی که میتونه سجده بکنه، رکوع و سجده بکنه، رکوع سجده بکنه، اگر نمیتونست اشاره بکنه، یعنی خود کمی خم میکنه.
اگر نمیتونست با اشاره سر، اگر نمیتونست حد ادنایش با اشاره چشم، با اشاره چشم و نماز او ادا می شود. از مسئولیت فرض او بیرون می شود و قرضی که از جانب الله تبارک و تعالی بالای او هست او قرض ادا می شود. بله، یک نکته دیگه در اینجا هست که حدیث معروفی هست از عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه که بیماری شدیدی داشتن از بواسیر و شبیه به او که سجده کردن برایشان مشکل بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به عیادتشان رفتن، اونها چند بالشت را تکیه را با هم بالای هم گذاشتن، بالای از او سجده میکنن. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اونها را دور کرد و برایشان هدایت داد که اگر میتوانستی بالای زمین سجده کن، اگر نمیتوانستی به اندازه که هست به اشاره اکتفا بکن. اگر میتوانستی ایستاده نماز بخوان، اگر ایستاده نماز خواندن نمیتوانست نشسته، اگر نشسته نمیتوانست در جایش تکیه کرده، ورنه با پشت افتیده با اشاره همان حرکات خود انجام میده و ما سوای اون که برای در توان اون است همش از او چی میشه؟ ساقط میشه. و دین الله تبارک و تعالی آسان هست. الله تبارک و تعالی با ما فهمش بده و توفیق عملش برای ما نصیب ان شاء الله. آمین. جزاک الله خیر. بیان بعدی گفتن که آیا می شود از نجاست حیوان ها یا همان کود حیوان ها مثل مرغ یا گاو در زمین های کشاورزی استفاده کرد؟ بله، هیچ اشکالی در این وجود نداره و در این اتفاق همه علمای امت هست و هیچ کسی تا به حال در این ملاحظه نداشته، بلکه تا به این زمانهای که کود کیمیایی مضر نسبتاً که ضررهای را هم با خود دارد تا با وجود آمدن از این کود طبیعی که استعمال میشد در سماد طبیعی که استعمال میشد در تمام زمینهای جهان و جهان اسلام. درست. همین بود و هیچ که ملاحظه در این وجود نداشت و نداره. درست. جزاک الله خیر. بیان بعدی گفتن که وقتی که وضو گرفتیم اول و به مسجد رفتیم، اول تحیه مسجد رو بخونیم یا اول سنت وضو رو؟ همون دو رکعت اول که خوانده می شود تحیه مسجد است. اولین دو رکعتی که بعد از ورود به مسجد خوانده می شود تحیه مسجد است و بعد از او می شود که همون تحیه مسجد و تحیه وضو به شمار بیاید، هر دویش با هم یکی نیت بکنه و می شود که بعد از او دو رکعت دیگر جداگانه برای تحیه وضو بخونه و دو رکعت دیگر هم جداگانه برای اما تو نفل بخونه و چندین رکعات دیگر هم که الله تبارک و تعالی برایش توفیق نصیب کرد. منتها اولین دو رکعتی که خوانده می شود تحیه مسجد هست. تشکر میکنم از شما. نکته دیگری در اینجا اشاره بکنیم، اگر شخص وارد مسجد میشه و نماز فرض را میخوانه، همون خود او تحیه مسجد هم به شمار میروه. یعنی گفتیم اولین دو رکعتی که ادا میشوه، بله، تحیه مسجد در همون تحیه مسجد در همون از شخص ساقط میشه، چی که دو رکعت فرض باشه یا که ضمن 4 رکعتی بوده باشه یا اینکه دو رکعت تحیه وضو میخوانه تا در مسجد با اولین ورودش. درست. جزاک الله خیر. بیننده که از اروپا تماس گرفتن گفتن که اگر به خونه یک از مسلمان ها که در اونجا هستن دعوت شدیم و غذا خوردیم، آیا اجازه داریم که سوال بکنیم این گوشتی را تهیه کردن حلال است یا غیر حلال؟ در صورتی که شخص مشکوک نبوده باشد و تعاملاتش نزد عمومشان پابندیش بدین و تعاملاتش مشکوک نبوده باشه و درباره او اینها یعنی باور کلیشان نبوده باشه که این شخص آنقدر اعتنای به دین و دینداری نداره، در اون صورت از او پرسیدن لازم نیست. اما در وقتی که شخص در وضعی بود که به حلال و حرام و گوشت حلال و حرام هیچ نوع پروایی نداشت، مسلمان زاده است فقط. بله، مسلمان زاده هست، در اون صورت یا حتی مسلمان هست اما
پایبند نیست. اونقدر پایبندی نداره، بی باک هست و ایمانش ضعیف هست و اسلامیتش ضعیف هست. در اون صورت اکثرا محل شبهه هست که این گوشت حلال غیر حلال استفاده میکنه. پس در اون صورت از او باید بپرسن و بعد از پرسیدن باید استفاده بکنن. همچنان که در مهمان شخصی غیر مسلمان میشوند، عین همون حکم داره، چون او هم از او زمان به خاطر پرسیده میشود که او به حلال حرام پابندی نداره یا اهتمام نداره، این هم به همون منوال است. و در صورتی که در عموم زندگیش به محل شبهه نبود، در اون صورت پرسشی مجدد لازم نیست. درست، جزاک الله خیر. یعنی بعدی گفتن که نماز وتر را من همیشه بعد از نماز عشا در مسجد میخوانم. حالا آیا بعد از اینکه به منزل آمدم میتونم نماز تهجد را در شب بخونم؟ عموما نماز بیننده عزیز ما در صورتی که بعد از او عموما عادت دارن که شب نماز بخوانند در خانه، برایشان توصیه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم همین است که نمازتان بهترین نمازتان در خانه ایتان هست، بجز غیر از فرض دیگر هم نمازها را در خانه خواندنش ثوابی بیشتر داره و فضیلتی بیشتر هست. بله. و نماز ویتر هم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل ویتر را آخرین نماز خود در شب قرار بده. اما شخصی که معمولش نیست و برای احتیاط نماز ویتر خود میخوانه در اولی وقت بعد از نماز خفتن، و سپس برای از او پیش میشه که نماز دیگری تهجد بخوانه، شب چند رکعت نماز دیگری الله تبارک و تعالی برایش توفیق میده که بخوانه، هیچ اشکالی برایش وجود نداره. از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست که 2 رکعت بعد از نماز ویتر 2 رکعت نشسته میخواندن، یعنی به این معنی است که حدیث اولگی برای وجوب مطلق نیست بلکه برای راهنمایی و استحباب هست. امری که قبلا بود که آخرین نماز ویتر بوده باشه. و همچنان از بعضی صحابه روایت هست که روایت می شود که اونها در اول شب نماز می خواندن و خواب می شدن، سپس باز که دوباره بلند می شدن، دوباره یعنی ویتر خود هم خوانده بودن، دوباره باز مجددا نماز دیگری می خواندن و هیچ در این شرعاً اشکال وجود نداره. اما بهتر همین هست که روشی اصلی باید که پیگیری شود که اول نوافل و نمازهای شب و غیره خوانده شود و در آخری همه نماز ویتر ادا شود. اگر در صورتی که برای کسی بعد از ادای ویتر برایش پیش میشه و الله تبارک و تعالی با توفیق میده که نماز دیگری نوافل دیگری ادا بکنه، هیچ اشکالی برای از وجود نداره. درست. تشکر میکنم از شما. سال بعدی بیرون در مورد طلاق بود که گفتن 2 تا بچه هم دارن و با همسرشون دچار مشکل شدن که درخواست کردن که بره به خانه پدرشون، ولی بالاخره با والدین بحثی شد و گفتن که در حالت عصبانیت 3 بار گفتن پشت سر هم طلاق طلاق طلاق. حالا آیا از نظر شرعی این 1 طلاق واقع میشه یا 3 طلاق؟ و گفتن که قصد داریم که دوباره به زندگیمون ادامه بدیم و هر دو پشیمون. این مسئله برمیگرده به موضوع بزرگی که بیشتر در موضوع اجتماعی و عملی هست، بیشتر در حکم محکمه و حکم قضا در مورد تطبیق هست، نه افتای عام. در محکمه که نزدیک هست او در این قضیه بیشتر و فیصله نهایی در این مسائل فیصله محکمه هست، نه فیصله افتا. دوم در این مسئله رأی اکثریت علما از صحابه و تابعین و تبع تابعین و دیگرها مذاهب اربعه و غیره همین هست که 3 طلاق در یک حال، 3 طلاق در یک حال وقتی که نیت او شخص یا که به الفاظ میگوید که 3 طلاق است یا که نیت شخص وقتی که
در چنین الفاظی که میگه که طلاق طلاق طلاق، اگر نیتی او تکرار بود، نیتی او اجرای 3 طلاق بود، 3 تا به شمار می روه. اما در مثل لفظی که برادر ذکر کردن، اما اگر نیتش تکرار لفظ طلاق بوده باشه بدون اینکه مجددا دومش طلاق جدید باشه و سومش طلاقی مجدد دیگره، پس در اینجا یک طلاق به شمار میره نزد جمهور، در نزد عمومی علما. وقتی که اکثریت علما و جمهور علما نظرشون به این میشه که وقتی که نیتی او 3 طلاق، اجرای 3 طلاق نبوده باشد بلکه تکرار لفظ هست، قسمی که مثلا یک طفلی است یا یک شخصی با یک کسی تعامل داره، میگه چیزی را از او میخواد، مثلا کتابی هست نزد او میخواد، میگه کتاب کتاب کتاب، مطلبش همون یک کتاب است نه 3 کتاب، 3 کتاب. یا یک طفلی از مادر خود نان میخواد، یک بار میگه برش نمیته، بار دیگر میگه که نان، بار دیگر هم صدا میکنه، 10 بار بیشتر گاگای چیخ میزنه، صدا میکنه، هدفش همون یک نان، همون یکی است، یک تیکه برش داد قناعت میکنه و مطلب او ادا میشه. این اگر نیت به این شکل بود یک طلاق است، یعنی در آنقدر اختلاف وجود نداره. اما اگر نیتش تکرار مجدد، در هر لفظ تکرار مجددی طلاق بوده باشه، یعنی نیتش اجرای 3 طلاق بوده باشه، در این صورت رأی اکثریت علما به همین هست که 3 طلاق 3 تا حساب میشه. بستگی به نیت خود شخص داره در این. بله، این بستگی به نیت او شخص داره و نیتش خودش پروردگارش معامله میکنه دیگه. الله تبارک و تعالی علیم بذات الصدور، آنچه که در نیت بوده الله تبارک و تعالی میدونه. تا محکمه و غیره در اینجا به ظاهری قولی از او که نیت تو چی بود در او مطابق مفصل میکنه یا که مفتی که بوده باشه. در اینجا نظر دوم هست، نظر امام مسلم رحمه الله، صاحب صحیح مسلم، ابو عوانه اصفراینی. قبل از اونها از طاووس شاگرد ابن عباس رضی الله تعالی عنه، بچه ایشان عبدالله ابن طاووس، محمد ابن اسحاق ابن یسار، صاحب تاریخ، صاحب مغازی معروف که هست، صاحب سیر. و در قرنهای بعد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی و شاگردش ابن قیم و ابن کثیر مفسر صاحب تفسیر، و ابوالحجاج میزی صاحب تهذیب الکمال، و در این اواخر اکثریت علمای اهل حدیث هند و پاکستان و اونجاها، و شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله، مفتی سابق، مفتی قبلی عربستان سعودی، و تعداد دیگری از علما در اینجا، شیخ احمد شاکر در مصر، از علمای قبلی مصر، و تعداد دیگری از علما نظرشان به همین هست، بر مبنای حدیثی که طاووس از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حکایت میکنه که در اول عمر رسول، در اول امر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و زمان ابوبکر صدیق و 2 سال اول خلافت عمر رضی الله تعالی عنه 3 طلاق در یک مجلس و یک لفظ در یک مجلس یکی به شمار می آمد. تا به اینکه عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که دید که مردم بی پروایی میکنن، 3 طلاق را 3 طلاق به عنوان جزا و مجازات 3 طلاق را 3 تا برشمرد برای از اونها، با مشوره عمومی صحابه ها همگی موافقه کردند. منتها بعد از تنها همین یک روایت هست و حتی ابن عباس رضی الله تعالی عنه و روایت امام مسلم رحمه الله تصحیح کرده، در حالی امام احمد ابن حنبل و امام بخاری و غیره در اینجا به صحت او، بالای صحت او انتقاد دارند، چون امام احمد بن حنبل رحمه الله میگه که فتاوای سعید بن جبیر و جابر بن زید ابو شعثا و غیره شاگردان ابن عباس رضی الله تعالی عنه 3-4 تا استفساری که از اونها درباره طلاق هست، همشان 3 طلاق یک مجلس 3 طلاق میشمارند. پس نظرشانی هست که طاووس در نقل این جریان از ابن عباس رضی الله تعالی عنه شاید
اشتباه داشته باشه. خب به هر حال موضوع به اختلافی از اونها برمیگرده و اونها نظرشان بر مبنای امین حدیث امام مسلم رحمه الله تعالی، ابو عوانه اسفراینی و تعداد دیگری از علمای نیشابور که در اون زمان علمای حدیث نیشابور بودن و در این بعدها این علما نظرشان است که 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق به شمار میره و موردی استدلالی هر دو قوی هست. لذا در اینجا آنچه که فیصله نهایی را در این گونه مسائل میکنه رأی قاضی هست که قاضی در اینجا با کدام رأیی که قناعتش بیشتر بود با کدام دلیل و استدلال قناعتی بیشتر داشت مطابق او حکم صادر میکنه و اون حکمی نهایی میباشه. چون این مسئله بیشتر به جنبه قضایی داره از اینکه جنبه افتایی داشته باشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در حالی که امام در حال خطبه کردن است در روز جمعه، آیا ما اجازه داریم نماز سنت بخوانیم؟ ما طبق فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که نه وارد مسجد میشویم، ما مأمور هستیم که 2 رکعت واجب هست که 2 رکعت سنت بخوانیم اگرچه امام در خطبه بوده باشد. بله رأی مذهبی هست که چون امام ابو حنیفه رحمه الله یا که بعضی شاگردانی و حدیثی مربوط به ای که از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه و دیگر صحابه حکایت می شود از سلیک قطفانی و دیگر صحابه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حال خطبه بودن و اونها وارد شد که نبی اکرم پرسید که آیا نماز 2 رکعت نماز خواندی یا نه؟ گفت نه. گفت بلند شو 2 رکعت نماز بخوان و نماز خدا مختصر در مستحب است که نماز خودش بگیره مختصر بگیره، باید که طولانی در اون 2 رکعت نماز نگیره. منتها در اینجا آنچه که احادیث صحیح هست و فرمان صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم و با احادیث متعدد در صحیحین و خارج از صحیحین است که باید در وجود که امام خطبه هم که میگه باید که این 2 رکعت ادا کنه و این استثناء میشه از موضوع وجوب گوش دادن به خطبه امام. اون هم واجب هست که به خطبه امام گوش بده، اما همون صاحب شریعت که اون را واجب گردانده در جریان او این 2 رکعت لازمی قرار داده و مقدم قرار داده، این را استثناء کرده مدت ادای این 2 رکعت از امر وجوبی گوش دادن به خطبه. درست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که در جامعه ما برای رفتن به دانشگاه، یعنی دختری که میخواد به دانشگاه بره ممنوع است که با حجاب یا با پوشش سر بره. آیا ما فرزندانمان را منع بکنیم از رفتن به دانشگاه به خاطر این کار یا نه؟ از الله تبارک و تعالی مسئله داریم، دعاگو هستیم که الله تبارک و تعالی این محنت و این آفت را از این سرزمین بزرگ اسلامی و مهد فرهنگ اسلامی، سرزمینی که امام بخاری، عبدالله ابن عبدالرحمن دارمی، ابو عیسی ترمذی و صدها بزرگوار و شخصیت دیگر مفخره جهان اسلام مربوط اون سرزمین هستند، یعنی مربوط اون محیط هستند، محیط سرزمین بخارا که به 3 دسته تقسیم شده و در زیر 3 استبداد دین ستیز و منحرف و مخالف با اسلام و در جنگ و در ستیز با اسلام قرار گرفته. الله تبارک و تعالی گشایش برای این ملت مسلمان در هر 3 کشور گشایش برای از اینها عطا کنه و اونها را به مهد اصلی اسلام و با بازوی اسلام به دامن اسلام و حاکمیت اسلامی برگردانه. و موضوع دیگر موضوعی است که تربیه اولاد و پابندی به دین و همچنان اخلاقیات جزئی عمده ای هست که در او باید
باید افراد در تربیه فرزندان خود، تربیه دینی و ایمانی فرزندان خود مسئولیت دینی دارن. اگر در صورتی که تعلیمی بیرون از چیز باعثی به انحراف کشیدن از اونها میشه و اونها را از جاده دور میسازه، در اینجا حفظ دین مقدمتر از مقدم بر هر حق دیگری هست. و اگر یعنی مجال و راه برای این بوده باشد که در جای دیگر این تعلیم را ادامه بدن، آموزش را ادامه بدن، باید که یعنی از آمیختن و گرفتار ساختن فرزندان خود به محیطی که اونها را به انحراف و به بیدینی میکشانه باید که خودداری کنند. پس در اینجا مسئولیت یعنی دین، حفظ دین مقدم تر است از از موضوع مطلق تعلیمی بعضی چیزهایی که شاید فایدهش کمتر از نقصان از ضررهایش بوده باشه. و در اینجا موضوع با حجاب بودن ولو حد ادنای حجاب چه لازمی هست که باید که مراعات شود. بله در سنین اولی اگر موضوع هست که حجاب بالای طفل لازم نیست، در اون سن بدون رعایت حجابی اول چیز میره و شرعاً اشکال در اون نیست. اگرچه موضوعی که تعلیمی بدینی مسئله جداگانه هست که حکم خود باز میگیره که در اونجا اینها را بدین میسازن یا اینکه در حفظ دین خود آزاد هستن. این مسئله جداگانه است که بحثی و بررسی جداگانه خود داره. اما در اون سن، در سنهای اولی قبل از فهم و درک مسائل جنسی و غیره، اونها مکلف به حجاب نیستن و در او این مسئله مانع نمی باشه. از الله تبارک و تعالی مسئلت داریم و دعا میکنیم که این ملت بزرگ و مفخره جهان اسلام را بار دیگر به دامان حاکمیت اسلامی و آزادی اسلامیشان برگردانه و این طاغوت هایی که در رأس این نظام ها قرار گرفتن اینها را در حد امکان هدایت به اینها هدایت ببخشه و در صورتی که هیچ راه برای هدایت برای خود ندارن و هیچ نوع با هدایت تمایل به هدایت ندارن، استحقاقی از اون نیستن، الله تبارک و تعالی اینها را از راه مسلمان ها برداره و اسلام دوباره حاکم بسازه به اینجا. ان شاء الله. جزاک الله خیر. و سال بیرانی بعدی هم گفتن که در شهر بیشکک قرقیزستان زنی کار میکنه در جایی که محل طبابت است و شعبه کودکان هستند که بیشتر مراجعین زن هستند، اما حجاب در اونجا در سر کار ممنوع است و مردان هم کودکان خود را می آورند. آیا این زن مرتکب گناهی شده است به خاطر این بی‌حجابی؟ بله، در محیط اجتماعی که در اونجا خلط و آمیزش باشه ادای وظیفه زن مسلمان لازمی نیست و برای نفقه او و برای مصارف لازمی او، چی از خوراک، از پوشاک و لوازم اولیه بالای شوهر او لازم هست و اگر شوهر نداشت بالای دیگر اولیای امور او لازمی هست که برای او واجبه شرعی هست که برای او فراهم بکنن. یک مسئله است. و مسئله دوم حرمت وظیفه‌داری در محیط آلوده و آمیخته، این مسئله دوم هست. اگر در اونجا تنها چیزها بوده باشه، یعنی تنها زنها یا که طبقه ایناس بوده باشه اشکاله نداره، اما در صورتی که آمیزش با مردهای بیگانه هست و رفت آمد زنها زیاد هست، اینجا از خلل شرعی و حرمت خالی نیست. اما موضوعی که بعدی بررسی های بعدی و محیطی این خواهر عزیز و دیگرها را
نیاز به معرفت کلی اوضاعی از آنها داره و اون فتوای خاص یا که مسئله خاصی که مربوط به محیط خاص و وقت خاص میشه و اون بررسی خاصی خود داره. شخصی آگاه به تمام وضع اوضاعی او باز میتونه که راجع به او چیزی بگویه، اما حکم عامی عدمی جواز هست. درست. جزاکم الله خیر. نزدیک به 3 دقیقه تا پایین برنامه مونده و آقا محمد امین از شهر دوشنبه گفتن که در منطقهشون بعد از دفن میت همان روز پس از نماز مغرب برای مرده نمازی به اسم نماز هول گور میخوانند. آیا این اساسی داره؟ هیچ اساس شرعی نداره و یکی از بدعاتی هست که مخالف سنت، مخالف شریعت، باید از بین برده شود. درست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن آیا خداوند مکان دارد و اگر بگوییم بر عرش هست پس قبل از پیدا شدن در عرش در کجا بوده؟ موضوعی که الله تبارک و تعالی بر عرش است در قرآن کریم آمده و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مکررن ذکر شده و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حتی کنیزی را که حدیثی که در صحیح مسلم هست میخواست مولایش آزاد بکنه، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از او پرسید که الله تعالی در کجا است؟ این الله تعالی کجا هست؟ اشاره کرد گفت در آسمان. در حدیث میگه که کنیزی عجمی بود و سپس گفت که مکی هستم، گفت تو رسول الله هستی. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این دو جواب را برایش صادر کرد، دو جواب را برایش گفت، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که آزاد کن این را که این مؤمن هست، یعنی زن ایماندار هست. پس بر عرش بالای آسمان ها عقیده داشتن بر عرش بالای آسمان ها بودن الله تبارک و تعالی به فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانی از ایمانداری است و این در بر عرش بودن الله تبارک و تعالی در 7 آیه قرآن کریم و بر آسمان بودن الله تبارک و تعالی در آیات های متعدد قرآن کریم و همچنین در فطرت و طبیعت تمامی بشر، حتی کسایی که این انکار میکنن و حتی کسایی که این انکار میکنن و کسایی که با شرکیات آلوده هستن، در فطرت تمامشان هست که الله تبارک و تعالی بالا هست، بر آسمان ها هست. مثلا در بشریت محل اجماع هست و کسی که انکار میکنه او با مکابره انکار میکنه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، و فلسفه‌ای که از یونان گرفته با مفاهیم او و برداشت‌های از او آمیخته شده، دیگر او رو نمیگذاره که آنچه که قلبش با او باور داره و قلبش صدا میزنه برای از او را بپذیره. موضوعی که قبل از او بالایی که بود در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که قبل از اینکه از آسمان ها را پیدا بکنه، چون در آیه قرآن کریم است بعد از خلق سبع سماوات ثم استوى علی العرش، بعد از اینکه آسمان ها و زمین را پیدا کرد بالای عرش مستقر شد. بعد از بالای عرش هم جایگاهش بالا از همه آسمان ها. پیش از او بالای عرش الله تعالی بالای آب بود، پیش از اینکه زمین و آسمان پیدا شد عرش الله تعالی بالای آب بود و الله تعالی هم باز وقت هم بالای عرش بود، اما عرش چون آسمان ها نبود بالای آب بود که در اون زمان وجود داشت. از اون به قبلش برای ما بیان نشده. هر آنچه که بیان نشده ما نمیتوانیم که راجع به او نظر بدیم. قسمی که ما راضی به چیزهای زیاد از قیامت، خبر و مربوط به ذات الله تبارک و تعالی به ما آگاهی داده نشده، ما نمیتونیم که چیزی بگوییم. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسؤالي